نقشه استفاده از برنامه سلپیپ. سلام، خیلی خوش اومدین به جلسه دهم دوره جامعه سلپیپ. در جلسه قبلی درباره این مسئله صحبت کردیم که سلپیپ فقط مجموعه ای از سوالهای امتحانی نیست. بیشتر فعالیت‌های این آزمون از کارهایی میان که ما در زندگی واقعی با زبان انجام میدیم. دیدیم که وقتی درخواست میکنیم، شکایت مینویسیم، پیشنهادی میدیم، نظری بیان میکنیم، اطلاعاتی در مورد چیزی پیدا میکنیم یا درباره تجربه‌ای صحبت میکنیم، در واقع از همون توانایی‌هایی استفاده میکنیم که سلپیپ میخواد ارزیابی کنه. در پایان جلسه قبل گفتیم که امروز قرار نیست یک مهارت تازه رو شروع کنیم. امروز میخوایم نقشه کل پروژه رو باز کنیم تا بدونیم این مجموعه چطوری ساخته شده، کدوم بخش ها رو باید به ترتیب دنبال کنیم، کدوم ویدیوها مرجع هستند، چه زمانی وارد آموزش مستقیم گرامر و واژگان میشیم، تمرین ها و نمره ها کجای کار قرار میگیرن و چطور میتونیم مسیر خودمون رو حفظ کنیم بدون اینکه بین صدها ویدیویی که در این مجموعه ضبط شده راهمون رو گم کنیم. این جلسه از اون جلسه هایی نیست که یک تکنیک کوتاه به کسی یاد بده. وظیفه این ویدیو اینه که روش استفاده از کل دوره آموزشی رو روشن کنه. اگر این نقشه رو درست بفهمیم، وقتی به یک مسئله‌ای برمیخوریم میدونیم باید سراغ کدوم بخش بریم. اگر نادیدش بگیریم ممکنه خیلی ویدیو تماشا کنیم، اما بین آموزش و تمرین و آزمون و اصلاح ارتباط درست رو پیدا نکنیم. اول یک اصل رو مشخص کنیم و اونم اینه که این برنامه به هیچ عنوان بی هدف نیست. 5 مجموعه مختلف داره که هر کدوم وظیفه متفاوتی رو انجام میده. مجموعه اول دوره 0 تا آزمونه. مجموعه دوم دانشنامه زبان و موضوعات. مجموعه سوم آزمایشگاه پاسخ و نمره دهیه. مجموعه چهارم بانک تمرین های لیسنینگ و ریدینگ و مجموعه پنجم آزمون های شبیه سازی شده، مسیرهای تخصصی، امور اجرایی و راهنمایی مدرس هایی که میخوان سلپیپ درس بدن. این 5 مجموعه کنار هم یک مجموعه مرجع رو میسازن، ولی همه رو به یک روش نمیشه استفاده کرد. یک نکته مهم دیگه استفاده از شماره و کد ثابت برای هر جلسه است. در این برنامه هر ویدیو یک شماره سراسری داره با یک کد مربوط به اون مجموعه و چون قراره تبدیل بشه به کتاب مربوط به اون جلد. مثلا جلسه دهم کد V1-010 رو داره. این شماره سراسری به ما میگه که در کل پروژه کجا هستیم و کد هر مجموعه مشخص میکنه ویدیو متعلق به کدوم مجموعه و چه جایگاهی در اون مجموعه است. وقتی تمرین رو، فایل صوتی رو، نوشته رو یا یادداشتی رو ذخیره میکنیم، کد اون جلسه رو هم باید کنار نام فایل بنویسیم. به این ترتیب پیدا کردن منبع اصلی آسون میشه. اگه 3 ماه بعد دیدین که با یک تمرین به مشکلی برخوردین، با دیدن اون کد میفهمین که آموزش مربوط به اون پاسخ در کدوم ویدیوه. در دفتر خطاها فقط نام مشکل رو ننویسین، 3 تا چیز رو ثبت کنیم: کد جلسه‌ای که خطا رو در اون دیدید، نوع اون خطا و اقدامی که باید برای اصلاح انجام بشه. مثلا بنویسید V1-200 استفاده نادرست از زمان گذشته، مراجعه به پرونده گرامر و بازنویسی پاسخ. این سیستم جلوی بروز یک مشکل همیشگی رو میگیره. خیلی از زبان آموزا هستن که میدونن درباره یک موضوعی ویدیویی دیدن اما نمیدونن کجا بوده و دوباره مجبور میشن از صفر جستجو کنن. شماره گذاری ثابت باعث میشه مسیر یادگیری قابل بازیابی باشه. در صفحه اصلی دفترتون یک فهرست شخصی بسازید. هر بار ویدیویی از یکی از مجموعه‌های مرجع براتون مفید واقع شد، کد و عنوانش رو همونجا ثبت کنید. لازم نیست فهرست کامل تمام ویدیوهای این مجموعه رو دوباره از اول بنویسید. یک مجموعه شخصی برای خودتون تولید کنید. مجموعه ای از ویدیوهایی که ضعف‌ها، هدف‌ها و تمرین‌های شما رو مخاطب قرار میده و در راستای حلشون اقدام میکنه. به این ترتیب برنامه بزرگی که ما توی این مجموعه تدوین کردیم برای شما تبدیل میشه به یک مسیر شخصی و قابل کنترل.
هر ماه فهرست شخصیتون رو بازبینی کنید. بعضی منابع هستن که بعد از اصلاح یک مشکل دیگه براتون اولویت ندارن و بعضی ویدیوهای دیگه هستن که باید بهش اضافه بشن، چون پاسخی رو که جدیداً براتون تولید سوال کرده فراهم میکنن. هدف من اینه که از این توصیه که مجموعه‌ای که خودتون تهیه میکنید با پیشرفتتون تغییر کنه و همیشه نشان دهنده نیاز فعلیتون باشه. در مجموعه اول مسیر ما خطیه، یعنی اگه از ابتدا شروع کردید و برنامه مشخصی ندارید جلسه ها رو به ترتیب تماشا میکنید. جلسه 1 پایه جلسه 2 و جلسه 2 اطلاعات لازم برای جلسه 3 رو داره و همین ارتباط در ادامه حفظ میشه. اما مجموعه های بعدی بیشتر حالت متون مرجع، آزمایشگاه، بانک تمرین رو دارن و ممکنه برای حل یک مشکل مشخص به یکی از اونها مراجعه کنیم و اگر ویدیوهای قبلش رو هم ندیده باشین مشکلی نیست. گرچه هرچه پایتون قوی تر باشه استفاده که از اون منابع میکنید هم مؤثرتر میشه. حالا مجموعه اول رو دقیق تر نگاه میکنیم که 365 ویدیو داره و ستون فقرات کل پروژه است. مخاطبی که این مسیر رو منظم دنبال کنه از شناخت آزمون به تعیین سطح، ساخت پایه‌های زبان، یادگیری مهارت‌ها، تمرین زماندار و آمادگی نهایی میرسه. 10 جلسه اول این مجموعه که الان در پایانش هستیم نقش ورودی و جهتیابی رو داره. در این 10 جلسه فهمیدیم سلپیپ چیه، نمره هدف چه تفاوتی با سطح فعلی ما داره، ساختار سلپیپ جنرال و سلپیپ جنرال LS هر کدوم چیه، چطوری باید نسخه مناسب رو انتخاب کرد، آزمون چه کاربردهایی داره، محیط کامپیوتری چطوری عمل میکنه، ترتیب مهارت‌ها به چه صورته و زبان روزمره چه ارتباطی با سلپیپ داره. از جلسه بعد یعنی جلسه 11 وارد فرمت آزمون و نمره دهی میشیم. در اون بخش زمان هر مهارت، انواع سوالها، سطح بندی نمره ها، رابطه بین سلپیپ و CLB، کارنامه، سوالهای بدون نمره، رابط کاربری، تجهیزات، قوانین مرکز آزمون، جریان اعلام نتیجه، ضرورت احتمالی ارزیابی مجدد و منابع رسمی رو با همدیگه بررسی میکنیم. بعدش میریم آماده سازی مسیر آموزش برای آزمون. تاریخ آزمون، آرشیو تمرین ها، نمونه پایه اسپیکینگ و رایتینگ، فهرست خطاها، دفتر واژگان، فهرست پیشرفت و برنامه‌های روزانه و چند ماهه رو با هم بررسی میکنیم. بعد آزمون تشخیصی رو به شکل علمی اجرا میکنیم. یاد میگیریم چطور محیط آزمون رو شبیه سازی کنیم، برای خودمون زمان بگیریم، نتیجه خاممون رو ثبت کنیم، ضعف‌های زبانی رو از ضعف‌های تکنیکی جدا کنیم و عملکردمون رو در چند آزمون مختلف با هم مقایسه کنیم. بعد 4 تا مهارت رو جداگانه تحلیل میکنیم و از نتیجه تشخیصیمون یک برنامه شخصی واقعی برای خودمون میسازیم. طبعا این سوال رو هممون داریم که آموزش مستقیم زبان دقیقاً از کجا شروع میشه؟ از جلسه 71. از اون جلسه ما وارد بخش روش علمی یادگیری میشیم. موضوع آزمون دیگه برامون روشن شده و میریم سراغ آموزش. تماشای فعال، مرور فاصله دار، بازیابی فعال، شدوینگ ها، ضبط صدا، بازنویسی و ساخت عادتهای تمرینی، در مورد این چیزها صحبت میکنیم. از جلسه 81 تدریس مستقیم و منظم گرامر رو شروع میکنیم. ساخت جمله های کامل، ترتیب درست واژه ها، استفاده صحیح از زمان ها، شناخت افعال مدال، انواع جمله های شرطی، روش مقایسه، جمله های موصولی، جمله های مجهول، جمله های مرکب و انواع خطاهای رایج فارسی زبانان رو بررسی میکنیم. بعد میریم سراغ دایره واژگان، مهارت پارافریز، تلفظ صحیح، روانی در کلام و مهارت‌های کامپیوتری رو هم آموزش میدیم. بعد از اون وارد آموزش تخصصی 4 مهارت میشیم. اول لیسنینگ رو از پایه تا 6 بخش رسمی بررسی میکنیم. بعد ریدینگ رو
از مهارت‌های عمومی تا 4 بخش اصلی آزمون پیش میبریم. بعد میریم سراغ رایتینگ و معیارهای ارزیابی، ایمیل، پاسخ نظرسنجی، مدیریت زمان و حل مسئله مقدماتی رو آموزش میدیم. بعد اسپیکینگ رو از معیارهای نمره دهی میبریم به سمت 8 تا تسک کامل. در پایان مجموعه اول مسیر نمره ها، آمادگی روزهای آخر، برنامه شب قبل از امتحان و تحلیل نتایج آزمون رو توضیح میدیم. لذا اگر دنبال یک مسیر کامل از نقطه شروع تا روز آزمون هستیم، مسیر اصلی ما مجموعه اوله، ولی تماشای ویدیوهای مجموعه اول کافی نیست. خواهش میکنم سعی کنید این مسئله دقیق متوجه بشید. ما در مجموعه اول آموزش میدیم چه کارهایی انجام بدیم و چرا. در مجموعه های بعدی همون مهارت ها رو در موضوع ها، سطح ها و موقعیت های مختلف اجرا میکنیم. یادگیری زبان با یه مش توضیح که من میدم کامل نمیشه. باید تمرین و بازخورد و اصلاح و تکرار هم کنارش قرار بگیره. مجموعه دوم که گفتم دانشنامه زبان و موضوعات سلپیپه، 290 ویدیو داره. 3 بخش بزرگ رو پوشش میده: بانک موضوعات و واژگان، گرامر مخصوص سلپیپ و تلفظ صحیح و روانی در صحبت کردن مخصوص فارسی زبانان. در بانک موضوعات 30 تا موضوع اصلی از زندگی روزمره داریم: خانواده، دوستان، همسایگی، کار، مدرسه، دانشگاه، خرید، خدمات مشتری، مسکن، حمل و نقل، فناوری، سلامت، سفر، مهاجرت، محیط زیست، فرهنگ، پول، کارهای داوطلبانه، زندگی شهری و روستایی. ما برای این موضوعات فقط چند تا لغت حفظ نمی کنیم. باید واژگان و کالوکیشن ها رو یاد بگیریم. ایده های موافق و مخالف برای خودمون بسازیم. سوال های اسپیکینگ و رایتینگ رو بررسی می کنیم. نقشه‌ای برای دلیل، مثال و پیامد برای خودمون میسازیم و دست آخر هم تمرین‌های ترکیبی انجام میدیم. این بخش وقتی مفیده که در یک موضوع خاص ایده یا واژه به ذهنمون نمیرسه. مثلا اگر در موضوع حمل و نقل مرتب تکرار میکنیم اتوبوس خوبه چون ارزونه، برای حل مشکل میتونیم بریم سراغ پرونده حمل و نقل و ببینیم چه واژگانی، چه معیارهای مقایسه‌ای و چه دلایلی و چه مثالهای متنوعی درش وجود داره. بخش گرامر مجموعه دوم با بخش گرامر هسته‌ای مجموعه اول فرق داره. در مجموعه اول ساختارهای ضروری رو برای ادامه مسیر یاد میگیریم. در مجموعه دوم هر خطا یا ساختاری به یک پرونده مرجع تبدیل میشه. جمله های ناقص، جمله های حشو، ترتیب واژه ها، ساختارهای موازی، زمان ها، الگوهای فعل ها، حرف تعریف، اسمای قابل شمارش، اشاره به کمیت، صفات، قیود، ارجاع ضمیر، اتصال جمله ها، نشانه گذاری های جداگانه، اینها رو آموزش میدیم و تمرین میکنیم. اگر در یک پاسخ چند بار خطای مشخص تکرار بشه، لازم نیست کل گرامر انگلیسی رو از اول بخونیم. مراجعه میکنیم به پرونده همون خطا، توضیحش رو میبینیم، تمرین رو انجام میدیم و بعد به پاسخ خودمون برمیگردیم. منطق بخش تلفظم همینه: صداهای دشوار برای فارسی زبانها، خوشه های همخوانی، پسوندهای جمع، تلفظ افعال گذشته، مقوله شوا، استرس کلمه، استرس جمله، لینکینگ، کاهش صدا، آهنگ، چانکینگ، سرعت، مکس، شادوینگ، همه اینها رو جداگانه تمرین میکنیم. پس مجموعه دوم در واقع مجموعه‌ای برای حل خطاها و جبران کمبودهای زبانی ماست. جلد سوم آزمایشگاه پاسخدهیه که در واقع مجموعه سوم 240 تا ویدیو داره که متمرکز بر 2 مهارت تولیدیه: رایتینگ و اسپیکینگ، که این مجموعه فقط پاسخهای صحیح رو نمایش نمیده، پاسخها رو کالبد شکافی میکنیم تا ببینیم ایده ها چطور ساخته میشن، ارتباط ها کجا از بین رفته، کدوم واژه طبیعی نیست، چرا لحن گاهی مناسب نیست، چه چیزی باعث کاهش خوانایی پاسخ ما میشه و چرا با وجود اینکه گرامر رو خوب بلدیم تکلیف رو ضعیف انجام میدیم.
در قسمت رایتینگ ایمیل ها و پاسخ های نظرسنجی رو معیار به معیار تحلیل میکنیم و یک نسخه اصلاح شده میسازیم. در موقعیتی مثل درخواست اطلاعات، شکایت، عذرخواهی، بازپرداخت، تعمیر خونه، مرخصی سر و صدای همسایه، دورکاری، حمل و نقل، آموزش، محیط زیست و فناوری، همه اینها رو بررسی میکنیم. در بخش اسپیکینگ هم برای 8 تا تسک، 8 تا وظیفه، پاسخهای سطح‌های مختلف، محتوا، واژگان، وضوح شنیداری و انجام تکلیف رو با هم تحلیل میکنیم. و بعد پاسخهای قبل و بعد رو مقایسه میکنیم تا ببینیم اصلاح واقعی در نمره احتمالی ما چه تغییری ایجاد میکنه. مجموعه سوم، دانش ما به قضاوت و تصمیم تبدیل میشه. بعد از اینکه متوجه شدیم پاسخ درست چیه، یاد میگیریم پاسخ درست رو ارزیابی کنیم. مجموعه چهارم بانک تمرین ماست که 330 تا ویدیو داره و برای لیسنینگ و ریدینگ طراحی شده. برای 6 بخش لیسنینگ و 4 بخش ریدینگ در آزمون، تمرین‌های آسون، متوسط، دشوار، زماندار، تحلیل گزینه‌های انحرافی و آزمون‌های مختصر یا مینی آزمون هم داریم. در این بخش یاد می‌گیریم یک ریز مهارت مشخص رو هدف بگیریم. مثلا استنباط در گفتگوی روزمره. مثلا تغییر نظر در حل مسئله. مثلا لحن در خبر. مثلا پارافریز در دیدگاه ها. مثلا اطلاعات منفی در ریدینگ. مدیریت زمان در بخش نمودار. مجموعه چهارم رو برای تکرار هدفمند طراحی کردیم، نه برای تمرین‌های تصادفی. به جای اینکه هر روز یک آزمون کامل بدیم و ندونیم چرا توش اشتباه میکنیم، یک ضعف رو جدا میکنیم و چند تا تمرین هم نوع انجام میدیم تا الگوی خطاش اصلاح بشه. مجموعه پنجم یه تعداد آزمون و مسیر تخصصی داره با 205 ویدیو که آزمون‌های کامل لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ، جنرال LS و سلپیپ جنرال درش قرار میگیرن. برای داوطلب‌های مختلف اینجا برنامه‌های جدا داریم. سطح‌های متفاوت زبان، هدف‌های نمره‌ای مختلف، افراد شاغل، کسانی که فقط 2 هفته یا 1 ماه زمان دارن، کسانی که در یک مهارت ضعیف هستن، کسانی که یک بار امتحان دادن میخوان بار دوم امتحان بدن، کسانی که نمرهشون توی چند مورد آزمون ثابت مونده، کسانی که احساس میکنن اضطراب، سرعت تایپ پایین یا روانی ضعیف دارن. بخش امور اجرایی هم ثبت نام، مرکز آزمون، مدارک، تغییر تاریخ، کنسلی، مشکل فنی، نتایج و ضرورت‌های احتمالی ارزیابی مجدد رو بررسی میکنه. در پایان این مجموعه مسیر ویژه‌ای برای مدرس‌های سلپیپ مطرح میکنیم که برای طراحی کلاسشون، تصحیح پاسخ زبان‌آموزها، ایجاد تمرین، ارائه بازخورد و برگزاری آزمون‌های شبیه سازی شده برای زبان‌آموزاشون مطرح میشه. سوال عملی اینه که یک داوطلب معمولی باید دقیقاً هر روز چه کار کنه؟ قاعده اصلی اینه: ویدیوهای مسیر اصلی رو ببینیم، بعد تمرین مربوط به همون جلسه رو انجام بدیم. اگر ضعف مشخصی با این تمرین ها آشکار شد، به ویدیوی مرجع مرتبطش مراجعه میکنیم. بعد یک تمرین هدفمند انجام میدیم و در پایان نتیجه رو در دفتر خطامون یا فهرست پیشرفتمون ثبت میکنیم. این چرخه 5 تا مرحله داره: آموزش، اجرا، تشخیص خطا، مراجعه به مرجع و انجام دوباره تمرین. مثلا فرض کنین در جلد اول به درس ایمیل شکایت رسیدیم. ساختار و معیارهای ایمیل رو یاد میگیریم. یک ایمیل زماندار مینویسیم. در بازبینی متوجه میشیم که چند تا جمله ناقص داریم و لحن بعضی درخواست ها مثلا تنده. برای جمله ناقص میریم سراغ مجموعه دوم. برای لحن و انجام تکلیف میریم سراغ بخش حل مشکل در مرحله سوم. بعد ایمیل رو دوباره مینویسیم.
این میشه استفاده درست از برنامه ها. استفاده نادرست یعنی اینکه 10 تا ویدیوی گرامر، 5 تا ویدیوی حل مشکل و 3 تا آزمون رو پشت سر هم نگاه کنیم و هیچ چیزی تولید نکنیم. دیدن هر ویدیویی باید به یک عمل منتهی بشه. برای کسایی که سلپیپ جنرال میدن، مسیر اصلی همون 4 مهارته. باید زمان هفتگی خودشون رو بین لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ تقسیم کنن که دقیقاً توضیح میدیم به چه ترتیبی. کسانی که جنرال LS میدن باید بخش‌های لیسنینگ و اسپیکینگ رو به عنوان اولویت اصلیشون انتخاب کنن، اما جلسه‌های مقدماتی، روش یادگیری، واژگان، تلفظ و خیلی از موضوعات دانشنامه برای هر دو مفیده. لازم نیست تمام آموزش‌های ریدینگ و رایتینگ رو به عنوان مسیر آزمون دنبال کنن، اما بعضی مهارت‌های خوندن دستور، سازماندهی ایده و گرامر به عملکرد 2 مهارت اصلی که باید در آزمون بدن کمک میکنه که دقیقاً مشخص میکنیم کدوم موارده. اما سطح زبان، اگر سطح شما پایین تره نباید با سرعت داوطلب‌های سطح بالا حرکت کنید. ممکنه که برای هر جلسه اصلی چند روز تمرین پایه احتیاج داشته باشین. اگه سطحتون متوسطه میتونین مسیر اصلی رو منظم جلو ببرین و برای ضعف‌های مشخصتون از دانشنامه این مجموعه استفاده کنین. اگر سطحتون بالاست شاید توضیح‌های پایه رو بتونید سریعتر عبور کنیم، اما نباید تحلیل معیارها، مدیریت زمان و انجام تکلیف رو نادیده بگیریم. بارها به این مسئله اشاره کردم که سلپیپ فقط آزمون دانش زبان نیست. افراد سطح بالا ممکنه به خاطر پاسخ ناقص، لحن نامناسب یا مدیریت ضعیف در زمان نمره هدف رو نگیرن. پیشنهاد ما برای پیشبرد چرخه هفتگی اینه: چند روز هفته آموزش و تمرین مهارتی انجام بدین. 1 روز رو به مرور خطاها اختصاص بدین. 1 روز 1 تمرین زماندار یا مینی آزمون انجام بدین و در پایان هفته نتیجه رو برای خودتون تحلیل کنین. لازم نیست هر هفته 4 مهارت رو به یک اندازه تمرین کنین. توزیع زمان باید بر اساس فاصله مهارت ما تا نمره هدفمون صورت بگیره، ولی هیچ مهارتی رو هم نباید مدت طولانی کاملا فراموش کنیم و کنار بگذاریم. هر 4 هفته 1 نقطه کنترل باید برای خودمون ثبت کنیم. به چه ترتیب؟ نمونه اسپیکینگ ضبط کنیم، 1 رایتینگ زماندار بنویسیم، مینی آزمون لیسنینگ و ریدینگ انجام بدیم و نتیجهمون رو با 4 هفته قبل مقایسه کنیم. نه اینکه فقط نمره رو مقایسه کنیم. نوع خطا، زمان، کامل بودن پاسخها، تنوع واژگان و میزان کمک مورد نیاز رو هم برای خودتون ثبت کنین. 3 اشتباه مهم همیشه در استفاده از این برنامه اتفاق میفته. اشتباه اول اینه که میخوان با بیشترین سرعت ممکن همه ویدیوها رو تماشا بکنیم. هدف ما تموم کردن فهرست ویدیوها نیست، تغییر عملکردمونه. ممکنه 1 ویدیو رو ببینین و برای اجرای اون به 3 روز تمرین احتیاج داشته باشین. این اتفاق عقب موندن ما نیست، یادگیریه. یادگیری دقیقاً همینه. اشتباه دوم اینه که مدام بین این موضوعها بپریم. اگه هر روز بدون دلیل از تلفظ بریم سراغ ریدینگ، از ریدینگ سراغ گرامر، از گرامر به آزمون کامل، مغز ما فرصت به خاطر سپردن الگوی پایدار رو پیدا نمی‌کنه. مسیر اصلی رو حفظ کنیم و فقط برای یک نیاز مشخص از شاخه‌های مرجع استفاده کنیم. اشتباه بعدی اینه که منابع رو بدون تمرین جمع می‌کنن. 10 فایل و قالب و فهرست لغت و آزمون ذخیره می‌کنن و هیچ کدوم رو کامل اجرا نمی‌کنن. 1 تمرینی که انجام شده و تحلیل شده از 100 تا منبعی که فقط ذخیره شده ارزشمندتره. تمرین این جلسه چی قراره باشه؟ در دفترتون 1 صفحه تازه باز کنین و بالاش بنویسین نقشه شخصی من. بنویسید جنرال یا جنرال LS. بخش دوم نمره هدف هر مهارت. بخش سوم سطح فعلی تقریبی و مهمترین ضعف هر مهارت.
بخش چهارم زمان هفتگی قابل اجرا. واقعی بنویسید، نه زمانی رو که آرزو در این داشته باشیم. بخش پنجم میشه مسیر اصلی ما. بنویسیم که مجموعه اول رو به ترتیب دنبال میکنیم. در بخش ششم 3 منبع مرجع احتمالی، مثلا گرامر، تلفظ و بانک موضوعات رو تعیین میکنیم. در بخش هفتم روز کنترل هفتگی رو میذاریم، مشخص میکنیم چه روزی قرار نتیجه ها رو بررسی کنیم. بخش هشتم نقطه کنترل 4 هفته‌ای ماست. یک تاریخ مشخص بنویسیم، بعد یک قانون شخصی اضافه کنیم. مثلا قبل از دیدن ویدئوی بعد تمرین اصلی جلسه امروز رو انجام میدم، یا هر خطای تکراری رو در دفتر خطا ثبت میکنم، یا هر هفته حداقل یک نمونه ضبط شده و یک تمرین زماندار انجام میدم و نگه میدارم. این قانون باید ساده و روشن و قابل اجرا باشه. حالا یک پوشه دیجیتال برای خودتون بسازید. داخلش پوشه های جدا برای لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ، واژگان، گرامر، آزمون ها و گزارش پیشرفت ایجاد کنید و هر فایلی رو داخلش با تاریخ، مهارت و موضوع ذخیره کنید. مثلا 25 ژوئیه، اسپیکینگ تسک 1، اولین تلاش. این نامگذاری بعداً به ما اجازه میده مسیر تغییرمون رو ببینیم، پیشرفتمون رو متوجه بشیم و تشویق بشیم. جنبندی موضوعات این ویدیو: امروز نقشه کامل برنامه سلپیپ جامعمون رو شناختیم. فهمیدیم که مجموعه اول مسیر خطی و ستون فقرات دوره است. مجموعه دوم دانشنامه موضوعات و گرامر و تلفظه. مجموعه سوم آزمایشگاه تحلیل و اصلاح رایتینگ و اسپیکینگ. مجموعه چهارم بانک تمرین هدفمند لیسنینگ و ریدینگ و مجموعه پنجم آزمون ها و مسیرهای شخصی، امور فنی و اجرایی آزمون و راهنمای مفصلی برای مدرس های سلپیپ. روش درست استفاده از این برنامه: آموزش، اجرا، تشخیص خطا، مراجعه به مرجع و اجرای دوباره تمرینه. به این مسئله اشاره کردیم که تماشای صرف ویدیوها یا جمع کردن منابع و اقلام مختلف باعث پیشرفت ما نمیشه. توضیح دادیم که آموزش روش علمی یادگیری از جلسه 71 و تدریس مستقیم گرامر از جلسه 81 شروع میشه. ولی از همین الان تمرین‌های زبانی و ارتباطی در جلسات ما وجود دارد. در تمرین امروز نقشه شخصی خودتون، برنامه هفتگی، نقطه کنترل 4 هفته‌ای و پوشه آرشیو رو بسازید، چون میخوایم از جلسه بعد وارد فصل دقیق تری در باب فرمت آزمون بشیم. در جلسه بعدی که میشه جلسه 11 زمان کلی سلپیپ جنرال و مدت زمان تقریبی هر 4 مهارت رو بررسی میکنیم تا معلوم بشه چرا زمانها رو به صورت بازه اعلام میکنن و هر بخش چه سهمی از انرژی ما قراره بگیره. زمان رسمی با زمان تمرین چه فرقی داره و دانستن ساعت آزمون به تنهایی چرا برای مدیریت زمان ما کافی نیست. یک خط زمانی واقعی از شروع آزمون تا پایان اسپیکینگ برای خودمون میسازیم تا بدونیم که در هر مرحله تقریباً کجا قرار داریم. لطفاً تا جلسه بعد نقشه شخصیتون رو کامل کنید و یک تصمیم روشن بگیرید. مسیر اصلی من چیه و وقتی به مشکلی میرسم به کدوم بخش از مجموعه باید مراجعه کنم؟ اگر پاسخ این سوال رو داشته باشیم، تعداد زیاد ویدیوهای مجموعه ما دیگه براتون ترسناک نخواهد بود. هر ویدیو جای مشخصی پیدا میکنه و هر تمرین به بخشی از یک مسیر قابل اندازه‌گیری تبدیل میشه. سالم باشید.